السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، در مورد صلاتی تسبیح سوال کردین که صلاتی تسبیح یعنی نماز تسبیح چگونه خوانده می شود. یعنی اون ذکری که در نماز تسبیح وجود دارد، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که ایرا خوانده می شود، زمزمه کرده می شود و ایرا در کدام حالت ها خوانده می شود و از کجا شروع کرده می شود تا به کجا رسانیده می شود. برادر عزیز و گرامی، در مورد صلاتی تسبیح البته روایتی بسیار قوی آمده است. بسیار این یک گویم که نمازی هست که بسیار درجه بلند دارد، بسیار فضیلت زیاد دارد. کسی که ایرا مثلا در یک هفته یک بار نتونست، حداقل در عمر در ماهش یک مراتب، یا در ماه هم نتونست، حداقل در سال یک مراتب، در سال هم که یک بار نتونست، حداقل در عمر یک مراتب خوانده شود. چون که نصیحت و اشارت گوهربار جناب پیغمبرمان علیه السلام چنین است که از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که روز جناب پیغمبرمان علیه السلام به عمکشان خطاب کردند که ای عمک جانم، آیا برای شما عطا نکنم، برای شما نبخشم، یعنی به شما کاری نکنم یا شما را خبردار نکنم از یک گویم که کاری که یک 10 خصلتی از هر وقت کردی ایرا خداوند مهربان گناه های شما را می بخشد، اول و آخر شه، یعنی نو و کهنه شه، خطاگی و قصدن شه، خرد و کلان شه، آشکارا و پنهان شه، یعنی تمامی گناه های شما را می بخشد. بعدا جناب پیغمبر ما علیه السلام اشاره و راهنمایی کردن برای آن عملی که سبب بخشایش و بخشش این گونه گناه های ما و شما می شود. گفتن که عمک جان، شما 4 رکعت نماز مقصد می خوانین، یعنی بنیت صلاتی تسبیح 4 رکعت نماز یعنی می خوانین. در نماز شروع میکنین، شما نیت 4 رکعت نمازی تسبیح قرائت میکنین. در هر یک رکعت شما فاتحه الکتاب و یک سوره را که شما میدانین. اصلا بعضی از روایت ها آمده است والله علم سوره حشر و حدید و تغابن، این خیلی سوره های دراز آمدگی است که اکثر مردم این سوره های دراز نمیدانند. در حدیث هم اشارت به کدام سوره را که در ضم سوره کردن میخونی، یعنی اشاره شده است که کدام سوره باشه میشه. یعنی میخونین شما فاتحه الکتاب، یعنی سوره فاتحه را و یک سوره را. مثلا عوام الناس امروزه همین قاری علم تر کیفن، اینو از همون علم تر کیف تا سوره ناس از یاد میدونن. خب میشه و خیر است علم تر کیف بخونین در یکم رکعت، در دوم رکعت لیلاف، سوم در ارایت الذی، چهارم در انعطینا میشه. یعنی در حدیث جناب پیغمبر ما علیه السلام اشاره کردن که شما وقتی که فاتحه الکتاب خواندین و ضم سوره کردین، فاذا فرغت من القراءه فی اول رکعتین و انت قائم، یعنی که ابتدا و شروع کردن نمازی تسبیح را، یعنی همون ذکرش زمزمه کردن، اولش از کجا است؟ پیش از قرائت است یا بعد از قرائت؟ روایت مشهور و قوی همین است که بعد از قرائت است، یعنی بعد از این که شما سوره فاتحه را میخوانید، بعد از او ضم سوره میکنید، سوره علم تر کیف میخوانید، در حالت همون راست ایستادگیتون بعد از سوره علم تر کیف همین 15 مراتب در اولین رکعت 15 مراتب چی را میخوانید؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر 15 مراتب شما همین را میخونین. وقتی 15 مراتب خوندین بود کردین الله اکبر گفته به رکوع میرین. در رکوع اول شما 3 مراتب تسبیح رکوع را میگین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 مراتب که گفتین، بعد از ادای تسبیح سبحان ربی العظیم 10 مراتب سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر امیره با 10 مراتب میگن. بعدا سمع الله لمن حمیده میگن ربنا لك الحمد.
بعد از ان همین سمی الله لمن حمیده ربنا لک الحمد گفتگیتون با 10 مراتب دیگه میخونین. با 10 مراتب همین تسبیح را میگین. بعد از ادای تسبیح الله اکبر گفته به سجده میرین. در حالت سجده کردن 3 مراتب سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 10 مراتب میگین. باز الله اکبر گفته از سجده سرتون برداشته میشینین. عادتا بین 2 سجده ما یک نشستن داریم که الله اکبر گفتین همونجا نشستین، همون حالت نشستن تونده با 10 مراتب دیگر همین تسبیح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 مراتب میخونین، زمزمه میکنین. بعد از این باز الله اکبر گفته با سجده میرین. 3 مراتب تسبیح سجده را سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی میگین. بعد از ادای تسبیح باز 10 مراتب دیگر در حالت همون سجده قرار داشتگیتون بدگیتون باز 10 مراتب دیگر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 مراتب میگین. بعد از ادای این 10 مراتب الله اکبر گفته شما میشینین. وقتی که الله اکبر گفتین همین در حالت شیشتن میین که میخیزیم برای ادا کردن دیوم رکعت. پیش از خیستن به دیوم رکعت در همین حالت نشستگیتون 10 مراتب دیگر با سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 مراتب میگین. یعنی از سجده باید شما بخیزین برای دیوم رکعت. از همین سجده سرتون برداشتین در همون حالت شیشتگیتون حالی نخیسته 10 مراتب گفته بعد دیوم رکعت میخیزین. وقتی که در دیوم رکعت خیستین دست در زیر ناف میبندین، دستاتون در زیر ناف میبندین، چون که مذهب ما احناف همه کتب های متون و فتاوا و دیگر شروحات همش میگه دست در زیر ناف مونده شد. دست در زیر ناف موندیم. خیلی نزد مذهب حضرت امام شافعی دست بالای ناف میمونن. یعنی برادرای بگیم سلفی وهابی مون دستاشون بالای سینه شون میمونن. خیلی مذهب ما زیر ناف میگه، ما زیر ناف میمونیم. بعد از اینکه در زیر ناف موندیم بسم الله گفته سوره فاتحه میخونیم. بعد از سوره فاتحه زمی سوره میکنیم، لیلاف قریشی نمیخونیم. بعد از ادای او باز 15 مراتب چی میخونیم؟ 15 مراتب تسبیح میخونیم. با مثلی انهم خیلی میریم. هر یک رکعت 75 مراتب میشود. اولش 15 دیگرش 10، 75 مراتب میشود هر یک رکعت. مجموع 4 رکعت 300 مراتب میشود. یعنی همین حد اقل در عمر یک مراتب ادا کرده شود، سببی بخشش و بخشایشی تمام گناهان ما و شما میگردد. و شنیدیم بعضی از برادرها در حرمین شریفین قرار دارند و خواهان ادا کردن همین نماز داشتیان و سوال کردن خداوند مهربان حجای این برادرامون حج مبرور، سعیاشون سعی مشکور و عملهاشون عملهای مقبول، دعاهاشون مستجاب و گناهاشون خداوند مغفور گرداند. خداوند همیشه برادرهای غریب مسافر ما را در تمام عالم به جميع امور خیرشان موفق و سربلند خداوند نصیبشان گرداند. هدانا الله تعالی و ایاکم و کل المسلمین الی سواء السبیل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.